سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. خدای دې کې جوړ صحتمنده اوسیږئ. زمونږ نننۍ خپرونې ته ښه راغلاست. نن مونږ راغلي یاستو د بغلان د یو لوی شخصیت زیارت، چې دا زیارت په اکثریت کسان دې نوم به یې اورېدلی په نوم د امام قتیبه بلخي بغلاني یادیږي، چې دا ډېر یو لوی محدث او لوی شخصیت ده په بغلان کې. نو نن موږ راغلو دې ترڅنګ چې دلته موږ زیارت وکړو او د دې په اړه به تاسو ته موږ انشاءالله معلومات وړاندې کړو له هغه کسانو نه چې دلته دې باره کې معلومات لري. زموږ سره اوسیږئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. فواد نادري ستاسو خدمت کې ده. انشاءالله د دې په اړه به زه تاسو ته هغه کس پیدا کړم چې د دې زیارت په اړه دلته مکمله معلومات ولري. دلته یو لیکونکی د بغلان ده چې دې په اړه کتاب هم لیکلی ده. نو انشاءالله د هغې نه به تاسو ته موږ مصاحبې ولرو. زموږ سره اوسئ. زنده باشین جناب ناظری صاحب محترم که اینجا آمدین و ما را خواستین و سپاسمندتان. تشکر. البته بنده رحمت الله قریشی، البته یک تن از فرهنگیان بغلان در خدمت شما. تشکر قریشی صاحب، زنده باشین. تشکر از اینکه وقت دادین به ما. قریشی صاحب، شما درباره این شخصیت اگر به بیننده شما معلومات بتین. نام قتیبه بن سعید بن جمیل بن طریف بن عبدالله الثقفی موال ابوالشاه بلخی و بغلانی می باشد. قسمی که اکثر علما در این رابطه تحقیقات خیلی عظیم کرده که قتیبه کی بود، از کجا بود و چگونه به بغلان آمد و چگونه در اینجا مستقر شد و بالاخره بغلان را یک مرکز علمی ساخت. قتیبه قسم قبلا هم گفتم که بن سعید از نخست ای خودش اصلا از بلخ می باشه که با البته همراه یکی از علما در زمان اوان جوانی که وقتی که از افغانستان سفر میکنه طرف خارج میره، طرف البته شام و حجاز و مصر و کوفه عربستان سعودی. در اوجه که میرن همراه یکی از علمایی که در بلخ البته خیلی البته از نگاه منزلت و مقام و جایگاه خیلی یک شخصیت بالا بود، البته از نگاه کس و اما هوادارانش. البته بالاخره همراه از او در سر یکی از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم یا چی میشن ناساز میشه و بالاخره امو جر و بسو وقتی که از بلخ دوباره یامن و ایرا چی میکنن از بلخ بسولا او چون که هوادار و خواهان زیاد داشت ایر از بلخ خارج میکنه. توسط در کتاب هم آمده که توسط رغبت خودش نبوده. بالاخره این سکونتش در بغلان اختیار و بعد از او البته کتاب های زیادی در این رابطه نوشته شده که به باره شخصیت والای امام قتیبه صاحب که نخست کتابی که البته امام ذهبی صاحب به این رابطه نوشته و بعدش از دکتر سالم احمد بن عقیل که به نام اعتقاد امام قتیبه این کتاب نوشته شده و بعدش از خلیل احمد خنجانی که یک از استادای پانتون دارالعلوم کابل فکر کنم بود که این نوشته شده به نام روایات امام قتیبه رساله چی. بعدی کتاب امام قتیبه بن سعید البغلانی محدث مشهور جهان اسلام که خودم تالیف کردم که تقریبا 85 صفحه میاد و البته امام قتیبه صاحب که به همه ویدا و معلوم است که استاد امام بخاری صاحب و استاد امام مسلم صاحب میباشد که 308 حدیث امام بخاری صاحب از روایت کرده و 668 حدیث امام مسلم صاحب از روایت کرده و شاگردای ذکی و شاگردای هوشیار عظیم که بوده امام بخاری صاحب و امام مسلم صاحب.
با شمول امام احمد بن حنبل و 6 امامایی که بودن. البته از این حتما در کتابایشون از این شخصیت والا مقام یادآوری کردن. این زیارت از اوایل دیجا بود، بعضی نظر و گفته بعضی شهروندای ایجا که یک قبلا جای دیگه بود و از جا انتقال داده شد دیجا. این تپه به می شکلی که بود به می شکل موقعیت داشته یا ای ساخته شده؟ چی رقم دیباره؟ زنده باشین. تشکر میکنم نادری صاحب عزیز. نادری صاحب، این تپه سابق به نام تپه صمدخان یاد میشد و این قبلا در گاده های بغلان دفن خاک بود. بالاخره سخنهای گفته کلان تا فولکلوری که ایشی آمیانه از مردم زیاد است که فلان بود از بین دریا کشیدن و یک رقم. خب تا جایی را واقعیت هم داره، تا جایی را اکثر منبع موثق وجود نداره که این چیز. این قبلا در گاده های بغلان بود. بالاخره در زمان ظاهرشاه این از اونجا چه میکنه، جسد از این انتقال پیدا میکنه توسط والی او زمان که اینجا میان دفن خاک میکنه که در سال 13 شد. این خودش در سال 240 هجری البته ای وفات کرد، از دنیا رحلت کرده و در سال 150 پیدا میشد و ایرا از اونجا میارن در اینجا دفن خاک میکنن و این تپه به نام تپه صمدخان یاد میشد و بالاخره اینجا خریداری میکنن از اون کسی که بود ایران و بالاخره این در اینجا دفن خاک میشه. بعد از او جنگ های خانمانسوزی که در افغانستان صورت میگیره و بالاخره این تخریب میشه و در تحریک سابق، البته تحریک سابق طالبا، این دوباره چی میشن، ترمیم میشه که توسط والی او وقت به نام والی نوری میگفت، نورالله نوری، این ترمیمش میکنه و بالاخره در اینجا پوسته های شوروی ها بود و روس ها در اینجا پوسته جور کرده بودن. بالاخره خیلی تخریب شده و بالاخره پوسته را از بین میبرن و اینجا را جور میکنن، منظم میکنن، رنگ روغن و زینت میبخشن برش. و بعد از او دیگه نادری صاحب بازی یک جای آبادات تاریخی هم اینجا به شما. قریش صاحب، یک چیز دیگه که درباره اینجا میگه یک پارک بسیار کلان بود سابق، حالی که ما میبینیم خانه های رهایشی هستن، فقط می تپه موندن و می زیارت دیگه است. قبلا به می شکل یک پارک یا جایی که مردم می آمدن اینجا بدون از اینکه زیارت میکردن می آمدن تفریح میکردن، اینجا یک جای بود اینجا. زنده باشین نادری صاحب عزیز. گرچه بعض بزرگایی که از دهن بعض بزرگا شنیدیم، اینجا یک پارک بسیار دو طرفه فکر کنم که یک پارک بوده، در اینجا می آمدن و به خاطر همون میله یا سیاحت در اینجا می آمدن و با اکثر کسا میگن که مستند ندارن و چه رقم. خب از بعضی کسایی که ما شنیدیم اینجا یک پارک رهایشی هم بوده و بالاخره این ترمیم شد و این البته تنظیم شد و مردم بغلان هم میتونه که در اینجا بیا دعای خیر بکنه، چون که اگر در عربستان سعودی بری از دهن بعض علمایی که ما شنیدیم میگه اول تو باید است در بغلان در آرامگاه امام قتیبه بن سعید البغلانی بری زیارت بکنی و بالاخره بعدش اینجا بری. از این معلوم میشه که یک شخصیت بسیار والا مقامی است، ما باید قدرش را بکنیم و دعای خیر براش. تشکر میکنیم قریش صاحب، تشکر از اینکه معلومات دادین. زنده باشین، سلامت باشین. زنده باشین. تشکر. قتیبه رحمت الله علیه در شعر نیز دستی داشت و برخی از اشعار وی در منابع آمده است. ابن حبان وی را در شمار ثقات ذکر کرده و او را فرد توانا در حدیث دانسته است. قتیبه رحمت الله علیه در نهایت به سال 240 قمری در بغلان درگذشت. تشکر دوستان عزیز که تا این دم با ما بودید. چینل افغانزون سابسکرایب کنید، لایک کامنت یادتان نره. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.